میلیون‌ها سال قبل از اینکه ما پا روی این سیاره بذاریم، زنبورای عسل وجود داشتن. نقاشی توی غارها نشون میده که از 8000 سال پیش انسان‌ها عسل زنبورا رو برداشت می‌کردن. امروز می‌خوایم وارد عمق کندوی عسل بشیم و از قوانین زندگیشون بدونیم. ببینیم اگه ملکه زنبورا بمیره چه اتفاقی برای کندو میفته و ملکه‌ها چجوری برای نگه داشتن تاج و تختشون با همدیگه رقابت می‌کنن و اینکه چرا اصلا نرکشی اتفاق میفته. اول بریم سراغ ساختار جامعه زنبورا. توی هر کندو حدود 100 تا نر وجود داره و بین 20 تا 80 هزار تا زنبور کارگر و یه دونه ملکه. ملکه رو میشه راحت از بقیه تشخیص داد به خاطر اینکه جثه بزرگتری داره و شکم کشیده تری تا بتونه ته هر سلول تخم‌گذاری انجام بده. وظیفش توی کندو فقط و فقط یه چیزه، تخم‌گذاری. تقریبا شبیه رحم کندو عمل میکنه. زنبورای کارگر با اینکه ماده هستن اما تا آخر عمرشون جفتگیری نمی‌کنن و باکره میمونن. اونا قشر زحمتکش کندو هستن و بیشتر عمرشون رو صرف کار کردن برای کلونی انجام میدن. زنبورای کارگر دور ملکه میچرخن، بهش غذا میدن، تر و تمیزش میکنن و هیچ وقت پشتشون رو به ملکه نمیکنن. انگار که یه احترام نظامی براش قائلن. تو دنیای زنبورا ملکه انتخاب نمیشه بلکه ساخته میشه. وقتی که یه ملکه پیر بشه و عملکردش بیاد پایین یا اینکه ملکه از بین بره یا جمعیت کندو اونقدر زیاد بشه که تصمیم بگیرن یه کندوی دیگه تشکیل بدن، زنبورای کارگر تصمیم میگیرن که یه ملکه جدید بسازن. جالبه که بدونین همه زنبورهای ماده و زنبور ملکه توی روزای اول زندگیشون شبیه همدیگه هستن. یعنی لارو ملکه و زنبور کارگر از نظر ژنتیکی هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن. چیزی که سرنوشتشون رو عوض میکنه نوع غذایی که دریافت میکنن. هر تخمی که ملکه میذاره، زنبور کارگر 3 روز اول اونو با یه ژل خیلی مغذی تغذیه میکنن که بهش میگن رویال ژل که سرشار از پروتئین و ویتامین و مواد زیست فعاله. احتمالاً اسمشو توی کرم‌های آبرسان و ضد چروک زیاد شنیدین. لاروهایی که قرار باشه تبدیل به ملکه بشن تا آخر دوران لارویشون به طور مداوم از این ژل تغذیه میکنن. توی کندو یه سری خونه‌های عجیبی ساخته میشن که کاملاً با بقیه خونه‌ها فرق دارن و بزرگترن که بهشون سلول ملکه گفته میشه. زنبورای کارگر چند تا لارو جوون که قراره به زنبور کارگر تبدیل بشن و انتخاب میکنن و به این سلول‌ها منتقل میکنن و اونا رو به جای اینکه مثل بقیه لاروها فقط 3 روز ژل رویال بدن، تا موقع تولد به طور دائمی فقط با همین ماده تغذیه‌اش میکنن. همین تفاوت غذایی باعث میشه که بدن ملکه مسیر متفاوتی رو طی کنه و بتونه روزانه هزاران تخم بذاره و بیش از 5 سال عمر کنه، در حالی که زنبورای کارگر حدود 2 ماه فقط عمر میکنن. از این لحظه رقابت برای تاج و تخت شروع میشه، چون هر کندو فقط میتونه یه ملکه داشته باشه. اولین ملکه‌ای که از سلولش بیرون میاد شروع میکنه دنبال رقیباش میگرده. اگه ملکه دیگه توی سلول باشه، میاد سلول رو خراب میکنه و با نیش اونو میکشه. اگه همزمان با هم از سلولشون بیرون بیان، با همدیگه میجنگن و همدیگه رو نیش میزنن تا بالاخره یه نفر پیروز بیرون بیاد. زنبور ملکه مدت کوتاهی بعد از به دنیا اومدن میتونه تخم‌گذاری انجام بده، ولی مشکلش اینه که همه تخمایی که میذاره تبدیل به زنبور نر میشن. زنبور نر مفخور کندوه. نمیتونه نیش بزنه، نه عسل تولید کنه، نه دنبال شهد گل بره و فقط تنها وظیفه‌ای که تو کندو داره جفتگیری با ملکه است. پس برای کندو مفید نیست. یعنی اگه تعدادشون توی کندو خیلی زیاد بشه فقط عسل میخورن بدون اینکه فایده‌ای داشته باشن و ممکنه کندو با قحطی روبرو بشه. پس کندو به زنبور ماده نیاز داره و ملکه برای اینکه بتونه زنبورهای ماده رو به دنیا بیاره حتما باید جفتگیری کنه. ملکه توی یه روز آفتابی برای پرواز جفتگیری از کندو خارج میشه و مستقیم به سمت بالا پرواز میکنه. ملکه میتونه تا 40 متر ارتفاع بگیره و زنبورهای نری که پیر باشن و ضعیف باشن نمیتونن تا اون ارتفاع ادامه بدن، خسته میشن و برمیگردن پایین و سالم ترین و قوی ترین زنبورهای نر موفق میشن با ملکه جفتگیری کنن. ملکه با همون پرواز با حدوداً 10 تا 20 تا نر جفتگیری میکنه و اسپرم لازم برای همه عمرش رو ذخیره میکنه. اینجا قسمت تلخ ماجرا برای زنبورای نره. زنبور نری که موفق به جفتگیری با ملکه میشه، یه قسمت از اندام تناسلیش از بدنش جدا میشه و محتویات شکمش بیرون میریزه و میمیره. دیگه ناکام از دنیا نمیره. زنبور ناکامی نیست.
اما نرهایی که موفق به جفتگیری نشدن هم خیلی سرنوشت بهتری ندارن. وقتی فصل گل تموم میشه، منابع غذایی هم کم میشه و اینجا زنبورای کارگر شروع میکنن به حساب کتاب کردن. میبینن زنبورای نر فایده‌ای برای کندو ندارن، نه عسل تولید میکنن، نه دنبال شهد گل میرن. از اون طرف دارن عسلای کندو رو مصرف میکنن و چون فصل تولید مثل هم گذشته، دیگه حضورشون توی کندو توجیهی نداره. به صورت گروهی به نرها حمله میکنن، با آرواره هاشون بال و دست و پاهاشون رو قطع میکنن و از کندو بیرون میندازنشون. حالا اون نرهایی هم که موفق شدن از کندو فرار کنن، شب بیرون از سرما و گرسنگی میمیرن. بریم سراغ زحمت کشترین قشر کندو، یعنی زنبورای کارگر. زنبورای کارگر از بعد به تولدشون تا وقتی که بمیرن شغلای مختلفی رو تجربه میکنن. این تقسیم کار بر اساس سنشونه. وقتی به دنیا میان، اول کارشون رو به عنوان نظافتچی شروع میکنن و سلول‌ها رو تمیز میکنن. بعد به عنوان پرستارن و از لاروها نگهداری میکنن. مرحله بعد کار ساخت و ساز موم‌ها رو انجام میدن و در آخرین مرحله زندگیشون خطرناکترین مأموریت کندو رو انجام میدن، یعنی خروج از کندو و جمع‌آوری شهر. خروج از کندو کار خطرناکی حساب میشه، چون خطر شکار، باد، بارون وجود داره و اینو میدن به پیرترین اعضای کندو، چون جوانها به عنوان سرمایه کلونی حساب میشن. حالا ببینیم عسل چجوری ساخته میشه. هر زنبور کارگر حدود 10 تا 15 بار در طول روز از کندو خارج میشه و هر بار به 50 تا 100 تا گل سر میزنه، یعنی روزانه 1000 تا گل. همچین فشار کاری انقدر اونا رو خسته و فرسوده میکنه که این بیچاره‌ها بیشتر از 50 روز عمر نمیکنن. جالب اینجاست اگه غروب برگردن و موفق نشده باشن شهدی پیدا کنن، زنبورای نگهبان اجازه ورود به اونا نمیدن و ممکنه بیرون بمونن و از بین برن. اینم مزدشون. بدبختا. زنبور کارگر با خرطوم شهد گلها رو میمکه و وارد کیسه‌ای توی بدنش میکنه به اسم عسلدان یا معده عسل که قبل از معده اصلیش قرار داره. توی عسلدان آنزیم‌های ترشح میشه که قندهای پیچیده شهد یعنی ساکاروز رو میشکنه و به قندهای ساده یعنی گلوکوز و فروکتوز تبدیل میکنه. وقتی زنبور به کندو برمیگرده، شهدایی که خورده رو از دهنش خارج میکنه و دهن به دهن بین زنبورها میچرخه تا به خوبی با آنزیم‌های بزاقشون مخلوط بشه و آخر سر میریزنش تو اون سلول‌های 6 سلی. برای اینکه آب اضافی این شهد تبخیر بشه، یه سری زنبور بالا سر این سلول‌ها وای میسن بال میزنن تا رطوبتش به زیر 18% برسه و غلیظ بشه. حالا روی این خونه رو با یه لایه موم نازک میپوشونن تا عسل خراب نشه. حالا عسل شما آماده است. قسمت تراژدی زندگی زنبور کارگر اینجاست که بخواد از خودش دفاع کنه و کسی رو نیش بزنه. نیش این زنبورها خارهای ریزی داره که داخل پوست گیر میکنه. وقتی زنبور سعی میکنه پرواز کنه، نیش همراه با بخشی از شکم و اندامهای داخلیش جدا میشه و در نهایت زنبور از بین میره. این دفاع از کندو به قیمت جونش تموم میشه. دفعه بعد که خواستین عسل بخوری، یادتون باشه که این زنبور بیچاره چند بار رفته و اومده تا بتونه یه قطره عسل تولید کنه. اگه هنوز عضو کانال نشدین، دکمه سابسکرایب رو بزنین تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. خدافظ.